میخوام بهتون یاد بدم که چجوری گرین کچر درست کنید. گرین کچر ها برخلاف ظاهر پیچیده‌ای که دارن، درست کردنشون خیلی آسونه. پس در ادامه این ویدیو با من چیزهایی که برای ساخت گرین کچرتون احتیاج دارید: چسب، قیچی، گیره، نخ عمامه‌ای، نخ قیتون، مهره برای تزیین، حلقه و آخر از همه پر. برای شروع یه دونه از این حلقه‌های فلزی رو برمی‌داریم. این حلقه‌های فلزی به سختی پیدا میشه. اگه تو تهران زندگی میکنید میتونید اینا رو از بازار تهیه کنید. من آدرسش رو براتون میذارم. و اگه در شهرستانا زندگی میکنید میتونید در خرازی‌ها تهیه بکنید. چیزی نیستش که پیدا نشه، ولی در کل یکم سخت پیدا میشه. در ادامه 1.5 متر از نخ قیتونمون میبریم. و حالا چرا من نخ قیتون استفاده میکنم؟ نخ قیتون نخیه که قیمتش ارزونه، رنگ‌های متنوعی داره و خیلی به‌صرفه است برای استفاده کردن برای ساخت گرین کچر. ولی کلا شما از هر چیزی که بخواید میتونید استفاده بکنید. میتونید از چرم استفاده بکنید، میتونید از جیر استفاده بکنید، میتونید از کنف استفاده بکنید و هر چیزی که در کل دوست دارید. حالا برای نخمون رو برمی‌داریم و چسب می‌کنیم. چسب رو به این صورت نخو قرار میدیم روی حلقه و یه دور میتابونیمش. با انگشتتون سر نخو بگیرید تا اینجوری فرار نکنه. دوباره چسبمون برمی‌داریم و روی حلقه میمالیم. توجه کنید که چسب رو روی تمام حلقه بمالید، به خاطر اینکه در گذشت زمان ممکنه شل بشه، نختون باز بشه و خب چه کاری بهتر از محکم کنید. همینطوری ادامه میدیم و نخ رو دور حلقه میتابونیم. از گیره برای نگه داشتن نخ استفاده میکنیم تا وقتی که خشک بشه. این کار رو میکنیم تا نخ تا دور حلقه رو بگیریم. انقدر این کار رو ادامه میدیم تا یه دونه از این حلقه ها داشته باشیم. برای تکمیل کردن حلقه هامون 3 دونه حلقه پلاستیکی داریم. این حلقه ها رو هم باز من توی بازار تهران پیدا کردم. خب همین کار رو، همین تابوندن نخ قیتون رو برای این حلقه های کوچیک‌تر هم انجام میدیم. خب حالا حلقه هامون آماده هستن. ما از نخ عمامه‌ایمون یه دونه از قهوه‌ای، یه دونه هم از زرشکی، 2 نخ استفاده میکنیم. از 2 نخ برای این استفاده میکنیم که نخ خیلی کشیده میشه و ممکنه در حین کار پاره بشه. نخمون رو گره میزنیم به دور حلقه و محل گره رو چسب میزنیم، به خاطر اینکه وقتی این کشیم نخو ممکنه گرهمون باز بشه. نخمون رو سوزن میکنیم. من از سوزن کوبلن استفاده میکنم. نخمون رو از زیر حلقه به این حالت قرار میدیم و از یه دور میپیچیم رو
و سوزنمون رو از داخل این محفظه که اینجا به وجود اومده رد میکنیم. دوباره انجام میدم تا ببینید. ببینید نخ از زیر، سوزن از رو. این کار رو برای دور تا دور حلقه استفاده میکنید. سعی کنید که به طور مساوی نخاتون رو قرار بدید روی حلقه. حلقه شما الان باید این شکل شده باشه. دقت کنید این گره آخر روی این گره اول قرار میگیره. بذارید یک بار بازش کنم تا بهتون نشون بدم که چجوری انجام میشه این داستان. ببینید نختون اینجوریه، یعنی از زیره، شما از رو سوزن از اینجا رد میکنید و روی این گره اولی قرار میدید و محکمش میکنید. خب حالا به رج دوممون رسیدیم. نگاه کنید نخمون از زیر از توی این شکاف رد میکنید. ببینید بعد اینجوری بشه. گره اولمون توی تمام رج‌ها این شکلی میشه، یعنی شما یه حالت مثلثی اینجا براتون ایجاد نمیشه. حالا گره دوم از توی شکاف رد میکنید. ببینید یه مثلث اینجا ایجاد میشه. نختون بعد از زیر از توی شکاف رد بشه. با دستتون گره ها رو محکم بگیرید تا شل نشه. رسیدیم به اولین جایی که این گره رو زدیم. همیشه توی رج ها اولین گره‌ای که میزنید هیچ مثلثی ایجاد نمیشه. یه همچین حالتی پیدا میکنه. ولی از گره دومی که میزنید مثلث ها شروع میشن به درست شدن. این کار انقدر انجام میدید تا دایره‌تون کوچیک‌تر و کوچیک‌تر بشه و به مرکز بره. به اشکالی که اینجوری میچرخن و به مرکز میان بهشون میگن ماندالا. دوباره به اولین گره رسیدیم. یک بار دیگه اینجا رو توضیح میدم. از توی شکاف اینجا رو رد میکنیم و اینجا هیچ حالت مثلثی برامون ایجاد نمیشه، فقط یه خط برامون ایجاد میشه. از گره دومی که میزنیم حالت مثلثی ایجاد میشه. خب تقریبا داریم به مرکز نزدیک میشیم. ببینید خودتون چقدر دوست دارید که این دایره که این وسط میمونه کوچیک باشه. به نظر من که انقدر کافیه. نخمون رو گره میزنیم. حلقه ما آماده. 3 تا حلقه دیگه هم، حلقه کوچکتر هم به همین شکل درست میکنیم. برای تزیین حلقه های کوچکتر از این مهره ها استفاده میکنیم. مهره رو که دوست داریم برمی‌داریم، از توی سوزن رد میکنیم. این شکل میشه. Wait for me, shame.